میکنیم تا زمانی که باش درگیر نشیم اون متوجه ما نمیشه. یعنی آره سر بزنگا میگیریمش. خب خود این یه اتفاق خیلی ویژه است. بله. وقتی که ما بقیه رادارها رو دیدیم متوجه شدیم که این از خودش سیگنال ارسال میکنه، ولی خب رد این شکلی نیست. یعنی مادامی که هر جایی حضور داشته باشه هیچ سیگنالی نداره، کارشو مخفیانه انجام میده و دشمنم متوجهش نمیشه، اصلا متوجه نمیشه. اینم کاملا بومیه، ساخت خود کشور خودمونه و قابلیتی که خیلی مهمه برای رد اینه که با جنگنده ها و پهپادهای رادارگریز میتونیم درگیر بشیم. جدی؟ بله. اتفاق خاصیه. بله. اونا که مثلا اکتیون چون انتشار دارن اونا سریع شناسایی میکنن و بردشون خارج میشن، ولی ما نه، اونا توی منطقه به قول خودشون امن دارن میان و ما اونجا سر بزنگا میگیریم و باشون درگیر میشیم و انشالله منهدم میشن. ما تو سامانه رد با سیگنال طرف نیستی، با تصویر طرفیم. با تصویر طرفیم. بله، تصویر اونو باید ما ببینیم. خوبیش هم همینه، ما میتونیم غیر از این که خودمون مستقیما با هدف درگیر بشیم میتونیم تایید کننده هم باشیم. یعنی یه راداری که شناسایی کرده رد و صدا میکنه میگه آقا ببین این هدفی که من درسته یا نه، این هدف درسته یا نه. با همه حرفایی که زدیم ما متوجه یک چرخه مرگ شدیم برای هدف. بله. سامانه مادر، رادار رد و سکوی پرتاب و فکر می‌کنم تا مادامی که هدفی شناسایی بشه این مثلثه خیلی بله اتفاق ویژه‌ای رو داره رقم میزنه. بله.